سلام، من میسیز ال هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. ما اینجا هر هفته راجع به 2 موضوع متفاوت ویدیو داریم، مثل پرونده های حل نشده FBI یا اتفاقات واقعی جهانمون که عجیب و یا ترسناک هستن با همدیگه صحبت میکنیم و حتی یه وقتایی تجربه های واقعی و هیجان انگیز شما رو بازگو میکنیم. اگر دوست داری که با من همراه بشی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و من رو دنبال کن. اولین وبسایتی که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم وبسایت Beauty in Chaos. یه وبسایتی که در سال 2003 ایجاد شده. متن صفحه اصلی این وبسایت میگه که زیبایی فقط در هرج و مرج ممکنه. بعد از کلیک بر روی اون لینک شما به یه دالان طولانی و پنهانی وارد میشین. برخی از صفحات خیلی معمولی به نظر میرسن، اما برخی دیگه شامل تصاویر اسرارآمیز و پیام‌های تاریک و عجیبی هستن. این وبسایت خیلی عجیب و غریب و بی‌نظیره. چرا؟ چون هر بار که صفحاتش رو رفرش میکنیم نسخه متفاوتی از همون صفحه برای ما ظاهر میشه. به عبارت دیگه هیچ دو بازدیدی از وبسایت دقیقاً یکسان نیستن و بسیاری از افراد اینو گزارش دادن که هرچه به عمق وبسایت میرن صفحات به مرور براشون عجیب تر میشه. اگر به روی لینک های موجود کلیک کنید احتمال زیاد به یک صفحه با پیام عجیب و متصل به صفحات بیشتر در سایت میرسیم. مثل این صفحه که با یه پاراگراف عجیب که خواننده رو به عنوان یک کودک کوچیک تحقیر میکنه بیان شده. به نظر میرسه که این سایت یه روایت خاصی رو داره تعریف میکنه. هر لینک به یک صفحه با کلمات مشترک با صفحه قبلیش مرتبطه، اما به مرور زمان میبینیم که ترتیب صفحات به صورت تصادفی انگار به نظر میرسه. با کلیک روی برخی از این لینک ها از ما درخواست دانلود میکنه که این کار باعث مسدود شدن کامپیوتر شما میشه. این سایت از عجیب ترین سایت هایی که میشه دید، با جملات خیلی عجیب تر مثل زندگی روی خط مرگه یا جمله تو مردی. بعد از چند دقیقه استفاده از وبسایت لینک کوچیکی پایین سمت راست پیدا میشه به نام پال گریمکاوسکی. لینک به یک وبلاگ با معرفی و توضیحی از برخی از ویژگی‌های این وبسایت پیوند داده شده. در ابتدا وبلاگ به نظر میرسه که تمام سوالات رو پاسخ میده، اما یک سوالی که در وبلاگ پاسخ داده نشده اینه که اگر همه صفحات به صورت تصادفی ایجاد میشن، چرا بسیاری از صفحات داخل وبسایت پیام‌های تاریک، ترسناک در مورد مرگ، درد و فریادهای ناامیدی توش وجود داره. وبسایت enrixangelfire.com وبسایتی که تو سال 2018 بسته شده و با اینکه بسته شده هنوز تئوری های زیادی در مورد این سایت وجود داره. صفحه اول عکسی از یک زن در لباس یک دکتره در کنار توضیحی از یک بیماری، اما چیزی که مشکوکه اینه که اصلا این بیماری که در اونجا توضیح داده شده وجود نداره. در پایین صفحه شماری از اعداد رو میبینیم که مثل مختصات به نظر میرسن. با جستجو توی گوگل مپ متوجه شدیم که این مختصات با خیابونی توی کانادا مطابقت دارن، اما هیچ ارتباطی بین وبسایت و محل قرارگیری اون وجود نداره. با کلیک بر روی تصویر این زن چهرهش شروع به تغییر شکل میکنه و هر دفعه تصویر خراب میشه. با 5 بار کلیک در نهایت تصویر یه ایموجی اسمایل رو به ما نشون میده که در بالا سمت چپ پیام‌های عجیبی همراهش میاد، مثل لطفاً بیدار شو و ممنون از اینکه از صفحه ما دیدن کردی. بالای صفحه تو قسمت تب‌های بالایی تبی هست به نام انریکس که اگه کلیک کنی تصویری از یک کلید آبی و متن‌های قراقاتی میبینی. کلیک بر روی اون کلید به یه صفحه دیگه تو رو منتقل میکنه، اما باز هم اونجا شماری از اعداد رو میبینیم که شبیه مختصات هستن. این بار وقتی این مختصات رو توی گوگل مپ میزنی مختصات آتلانتیک اوشن رو به ما میده و با توجه به اینکه افراد زیادی از این وبسایت دیدن کردن و راجع به اون تحقیق کردن، هنوز هیچ کس نتونسته رابطه‌ای میان این بیماری ها و مختصاتی که در اینجا وجود داره پیدا کنه. در وسط صفحه باز هم تصویر زنی رو میبینی
میبینیم که 3 عدد رو نشون میده. بعضیا این اعداد رو به سریال لاست مربوط میدونن. یه قسمت دیگه ای داره برای کانتکت یا همون تماس گرفتن. وقتی روش میزنی به صفحه اصلی منتقل میشی. اما وقتی روی کانتکت ادمینستر میزنی در نهایت مینویسه میل تو تایلر. خیلی خواستن ارتباط بین این داده ها رو پیدا کنن اما در نهایت نتیجه نداشته. اما یکی رفته راجع به عکس اون دکتری که تو صفحه اول دیدیم تحقیق کرده و دید که واقعا اون یه دکتر دندون پزشک توی تایلنده. یکی از کاربران هم متوجه شد که با کلیک کردن متوالی روی کلید یه PDF از بیماری هایی که وجود ندارن به ما نشون میده که مرجعش رو زده بیمارستان روانی تایلند که هنوز هم کسی نتونسته ارتباط بین اینها رو پیدا کنه. وبسایت gandalf.com یه وبسایت پیچیده. صفحه اول تصویر زنی رو به ما نشون میده که در انتهای یه دالان چوبی قرار داره. اگر روی تصویر کلیک کنی پیامی میاد که نوشته گندالف سر شلوغه و از اینجا برو. اگر دوباره رو عکس کلیک کنی وارد صفحه ایمیل میشه. بعضی از کاربرا به اون ایمیل پیام دادن و درباره این وبسایت سوال پرسیدن اما هیچ وقت هیچ کسی پاسخگوی این ایمیل ها نبوده. با دستیابی به ورژن سابق این سایت متوجه شدن که این سایت 23 سال پیش دامینش خریداری شده. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا اون آدم اصلا این سایت عجیب و غریب رو خریده و حالا که خریده چرا به ایمیل ها جواب نمیده و اصلا چرا تا حالا این سایت رو نفروخته. بعضیا میگن که اون میخواد این سایت رو تو بازار ترید با قیمت خیلی بالا بفروشه که این هم امروزه هم خیلی محتمله و هم کار قانونی هست. 973EHTNAMUH973.com نام یه وبسایت که در واقع کلمات انسان رو به صورت معکوس نشون میده. بعد از ورود به وبسایت ما با یه مثلث معکوس روبرو میشیم که حروف ابراکادابرا توش نوشته شده به طوری که هر سطر یک حرف از این کلمه حذف میشه. صفحات اولیه وبسایت کمی عجیب هستن. با رفتن عمیق‌تر به وبسایت و رفتن به لینک های مخفی شده در هر صفحه تصاویر و متن‌های ناراحت کننده تر و عجیب تری میبینیم. با بیش از 100,000 صفحه فعال در این وبسایت توضیحات بسیار کمی برای هر کدوم وجود داره و پیدا کردن هدف دقیق این وبسایت رو ناممکن میکنه. به نظر میرسه بخش‌های بسیاری از معادلات ریاضی با شماره 9 به عنوان مرجع، تاریخ، اسطوره‌های مصری، هندسه و معماهای مخفی منتشر شده. معادلات که گاهی اوقات با تصاویر مرموز نشون داده میشه به نوعی مفهومی از یک حل معادله ریاضی رو به ما نشون میده. اما باز هم به خاطر اینکه به 100,000 صفحه دیگه ما رو لینک میکنه ارزیابی و پیدا کردن هدف این سایت غیر ممکنه. یکی از کاربرا بعد از مدت یه لینکی پیدا میکنه که به انجمن عمومی وبسایت هدایت میشه. در اینجا اوضاع یه کمی به هم میریزه. برخی از زبان کاربران این وبسایت در این انجمن بسیار مبهمه. بسیاری از کاربران از مردی به نام دیوید دنیسون بابت الهام دادن و آزاد کردن افکارشون تشکر میکنن. دیوید دنیسون هنرمند سورئالیست بریتانیاییه که به اعداد شناسی و علم فلسفه علاقه زیادی داشته و بعد از تحقیق راجع به این وبسایت متوجه شدن که دیوید 9 ساله که مرده اما این سایت هر روز داره آپدیت میشه. این وبسایت با ایده هایی در مورد شادی، علم فراتبیعی و زندگی پس از مرگ توسط یکی از کاربرانی که با این دیوید همکاری داشته به روز رسانی میشه. با ورود به صفحه های بیشتر وبسایت نمیتونیم رابطه شفافی بین این و معادلات و ارجاعات مذهبی در این وبسایت پیدا کنیم. به علاوه پیام عجیبتری که در این انجمن پست شده توسط یک کاربری به نام خرگوش سفیده که مدعی شده پس از حل معماهای عددی عمیق و 5 سال مطالعه روی این وبسایت دیوید دنیسون به اون در کشف حقیقت نور کمک کرده. I will be frank. I spent at least 5 years studying this website and spent a lot of hours to guide myself through this maze. I can tell you the results, but it is dangerous, and there is a side effect that affected me in a strange way.
David Dennison, the creator of this site, was more than just a mathematician, linguistics, artist, and occultist, but someone that is very, very versed in alchemy. This site was a puzzle, a maze, with a series of dead ends and one path to navigate through it. Yet the ironic part of it is one of those puzzles where you start at the beginning only to end up at the beginning. The only exception is that you have the key to the puzzle, which was right in front of you the whole time, and it makes perfect sense. I won't post the result here only because it works too well. I am happy to answer any questions and pertains to this site, but if you want to know the answer, I will not be accountable for any side effects that come after. Epiphany seeks the devoted. خرگوش سفید بعد از پست کردن این پیام به درخواست کاربران وب، پروفایل شخصی خودش رو تغییر داد و بلافاصله بعد از اون پیامی رو پست کرد و نوشت که یه نفری با اون تماس گرفته و برای اون پیام صوتی گذاشته. مرد پشت اون پیام صوتی خودش رو به عنوان فردی به نام آیاکس معرفی کرده و پیشنهاد کمک به اون رو داده. خرگوش سفید این پیشنهاد رو رد میکنه و به این فکر میکنه که چرا اصلا کسی به یک کاربر تصادفی توی وبسایت باید کمک کنه و چرا اصلا باید باش تماس بگیره و بعد از اون دیگه هیچ وقت توی اون وبسایت پستی منتشر نکرد. این وبسایت واقعا ترسناکه و ممکنه به عنوان یه فرصت برای جذب اعضای یک سازمان مخوف برای کاربران استفاده بشه. اگر تصمیم به بازدید از این وبسایت گرفتین، اطلاعات شخصی خودتون رو توی این انجمن نذارین و به شما اصلا پیشنهاد نمی‌کنیم که توی این سایت عضو بشین. حتی اگر هم عضو شدین، از کلمه عبوری که برای سایت‌های دیگه استفاده می‌کنین توی این سایت استفاده نکنین. obsidiansnow.net این یه وبسایته که تو سال 2014 ایجاد شده. صفحه اصلی وبسایت تنها شامل پس‌زمینه سیاه و یک مثلث تشکیل شده از 6 دایره سفیده. هنگامی که بر روی یکی از این دایره ها کلیک می‌کنیم، به یک صفحه با 10 لینک به صفحات با نام‌های عجیب‌تر هدایت میشه و در نهایت یک PDF به شما میده که یک رمان با عکس‌های گرافیکی به نظر میرسه. برخی از صفحات دیگر اون شامل نمادهایی میشه که با کلیک بر روی اونها فایل‌های مختلفی رو به شما نشون میده که مجبورتون میکنه که شما اونها رو دانلود کنید. اغلب این فایل ها با رمز عبور محافظت شدن، اما بسیاری از مردم تونستن به برخی از این فایل ها دسترسی پیدا کنن و در گزارش های خودشون گفتن که تصاویر نگران کننده توی اون دیدن، مثل اسکلت انسان، فایل های صوتی با صداهای عجیب و ویدیوهای تصادفی بدون معنی که در فایل ها پنهان شده بودن رو پیدا کردن و گزارش دادن. هنوز برای هدف این وبسایت توضیحی داده نشد، اما برخی از افراد فکر میکنن که تو برخی از معماهای اونها پیام‌های مخفی وجود داره. میزان توجه به این وبسایت در طول سالها نشون میده که این وبسایت از چیزی که ما فکر میکنیم خیلی بزرگتره. یکی از لینک هایی که یکی از کاربران روش کلیک کرده به یک صفحه با تصاویر کارت بینگو با نام‌های اسپانیایی اشاره کرده. بعد از کلیک بر روی اون تصویر، مورچه‌ها و عنکبوت‌ها توی سراسر صفحه به صورت انیمیشن حرکت میکنن و به نظر میرسه که این یه بازی باشه. اما اون کاربر در نهایت نمیتونست بفهمه این صفحه به چه هدفی ساخته شده و ارتباط بین اینها چیه. وبسایت obsidiansnow.net شامل صفحه‌های با پازل‌های محرک و فایل‌های قابل دانلوده، مثل داستان‌های تصادفی، شعرهای محرک، دستورالعمل‌های مذهبی و طرح‌های مرموز و ویدیوها و تصاویر نگران کننده و ترسناکه. مشخص نیست که آیا این وبسایت فقط یه پازل برای سرگرمی یا اینکه چیزی بیشتر و نگران کننده تری توی این وبسایت وجود داره.